آقا درود. 5 تا کار خنک میخوام معرفی کنم بهتون که تو این تابستونی حالشو ببریم. اولی با این بلو سفایر لطافه شروع میکنیم. یه شباهتایی به ورساچه اروس داره ولی کار خودشه، متفاوته. بعد ترکیبات ترنج و پرتقال رو توی تاپ نوتش داره، خیلی خنکه. بسته بندیش هم که مشاهده کن چقدر شیکه. موندگاریش هم تضمینی خدمت میدم. خب آقا، کار دومی که میخوام معرفی کنم این جگوار کلاسیک، ترکیب رایحه ترنج، پرتقال، چوب صندل، خنک. واسه استفاده روزانه خیلی خوبه، میتونی هر روز استفاده کنی و حالشو ببری. یه نکته ای هستش که اودکلونایی که خیلی موندگارن و اصلا مثلا میگم رایحه‌شون خیلی خاصه یا اصولا نیشن، اگه بخوای زیاد استفادهشون کنی واقعا دلتون رو میزنه. واسه همین این کارا بهشون میگن کارهای دیزاینر و کار مرتبیه، میتونی هر روز بزنی حالشو ببری، حس فرش، حس تمیزی. آقا لویی ویتون ایمیجینیشن، ترکیب پرتقال، ترنج ایتالیایی در کنار چای سیاه چینی، یه فوق‌العاده است این کارا، با ازش نگذر. کازاموراتی مفیستو، یه رایحه مرکباتی بسیار خنک. اینو آقا واسه تابستون حتما استفاده کن. خانم عزیز، آقای عزیز، این یه اودکلون نیش یونیسکس، مردون زنانون نداره و اینکه موندگاریش هم فوق‌العاده است. چه باکس خوشگلی. ترکیب استقدوس، ترنج، چوب صندل، یه رایحه خنک و اودکلون یونیسکس، مردون زنانون نداره. هم آقایون هم خانم‌های عزیز میتونین استفاده بکنین از این کار.